سلام و شبتان بخیر. به محور خوش آمدید. رضا اوتونبایوا در دیدار با امیرخان متقی از آغاز کار روی آجندای نشست سوم دوحه سخن گفته. به گفته وزارت خارجه، آقای متقی در این دیدار گفته امارت اسلامی موقفش را درباره نشست سوم دوحه شریک ساخته. همزمان با این، گروه کاری زنان، صلح و امنیت در نامه سرگشاده از کشورهای شرکت کننده نشست سوم دوحه خواسته‌اند تا مسئله حقوق زنان افغان را در این نشست نادیده نگیرند. در حالی که کم و بیش 3 هفته به برگزاری سومین نشست دوحه پیرامون اوضاع افغانستان مانده است، رئیس یونما به دیدار سرپرست وزارت خارجه رفته تا در این باره گفتگو کند. به گفته وزارت خارجه امارت اسلامی، رضا اوتونبایوا در دیدار با امیرخان متقی گفته که کار روی آجندای نشست سوم دوحه جریان دارد تا آجندای ساخته شود که برای همه پذیرفتنی باشد. در این دیدار امیرخان متقی نیز گفته است که کابل موقفش را پیرامون این نشست شریک ساخته است. نشست سوم دوحه برای مردم افغانستان، برای امارت اسلامی افغانستان یک نشست بسیار اساسی است که امارت اسلامی افغانستان باید اشتراک بکنه تا بتانه خواهشات و فرمایشات خود به گوش جامعه جهانی که در او تمام کشورها تقریبا اشتراک میکنن به گوش از اونا برسانه. همزمان با این گروه کاری زنان، صلح و امنیت که زیر مجموعه سازمان ملل متحد فعالیت دارد، در نامه سرگشاده از کشورهای شرکت کننده خواسته تا در نشست سوم دوحه حقوق زنان محور اصلی گفتگوهای این نشست باشد. بالای این مسائل که حداقل اتباع افغانستان از آزادی‌های مدنی، آزادی‌های اجتماعی و حقوق اساسی خود برخوردار باشند و در این صورت ایجاب میکنه که نماینده ملل متحد و نماینده ویژه‌شان هم اگر به تمام خواسته های ملت افغانستان، امارت اسلامی افغانستان واکنش مثبت داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان قرار است که به روز 31 ماه جون آغاز شود. در سوی دیگر، در حالی که تا یک روز دیگر تهران میزبان ششمین نشست فرمت مسکو است، اما تا اکنون شرکت حکومت سرپرست در آن مشخص نشده. قرار است در این نشست نمایندگان روسیه، چین، ایران و پاکستان حضور یابند و پیرامون نشست سوم دوحه گفتگو کنند. قرار است ششمین نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان کشورهای چین، روسیه، پاکستان و ایران تا یک روز دیگر در تهران برگزار شود. پیش از این زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، گفته بود که در این نشست رایزنی‌ها روی آمادگی برای نشست سوم دوحه متمرکز خواهد بود. اما تاکنون شرکت نمایندگان امارت اسلامی در این نشست روشن نشده است. یک نوع لابیگری است هم با دولت افغانستان و هم کشورهای منطقه برای اینکه افغانستان تا حد المقدور بتونه یک موضع بی‌طرفانه یا یک موضع بین البین در پیش بگیره. افغانستان بار دوم میدان حضور قدرت‌های غربی و نفوذ سیاسی قدرت‌های غربی نگردند. در این میان برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که حضور نمایندگان حکومت سرپرست از بهر تعامل بیشتر با کشورهای دیگر مهم است. اوس نړیوال باید قدم راواخلي ترڅو له هغه اصل اصول څخه راتیر شي ترڅو اسلامي امارت سره تعامل وکړي. زه فکر کوم چې اوسنی بهترین چانس ده، بهترینه موقع ده چې اسلامي امارت هم تمکین وکړي او له خپل هغه شرط څخه راتیر شي چې هغه په نړیواله اصولو کې مخالفتونه لري او شریعت مخالفتونه، کلتور فرهنګ کې مخالفتونه. نشست فرمت مسکو پیرامون اوضاع افغانستان در تهران در حال برگزار می شود که قرار است تا 3 هفته دیگر نشست سوم دوحه درباره افغانستان نیز برگزار شود. من شمس امانی هستم و مهمانان محور آقایان معین گل سمکنی آگاه مسائل سیاسی، آقای فضل رحمان اوریا آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو و آقای میرویس غیاسی آگاه روابط بین الملل هستند. هر سه مهمان به بحث خوش آمدیم. گزارش شما آقای غیاسی، نشست فردای تهران به خاطر چیست و آیا واقعا یک نبرد سرد میان شرق و غرب جریان داره سر مسئله افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام با شما جناب استاد اوریا خیل و جناب استاد اوریا و مهمان گرامی دیگرتان و همه بینندگان. ما بحث یک قسم آغاز میکنم که به شکل کودها ما چند جمله را ایجا نوشته کنم. اگه اجازه باشه ما همین کودها را در این بحث میتونم باز در ادامه سر این موضوع بحث میکنیم و ارتباط همین سوال شما دقیقا. اولا میگه هیچ کدام از این نشست ها، نه نشست خود دوحه،
نه نشست‌های قبلی، نه نشست‌های بعدی دوحه، نه نشست قبلی مسکو، نه نشست‌های فعلی مسکو، نه نشست ایران و هر نشست دیگه بعد از 15 آگوست 2021 دیگه هیچ کدامش برای حل بنیادی مسائل و قضایای افغانستان نیست. این نشست‌ها همگیش بحث‌های موردی، آجنده مشخص و بسیار معلوم دارن. دیگه این نشست‌ها به خاطر مصروفیت یا دستگاه‌های افغانستان است که در هر کدام از این کشورها در وزارت خارجه‌شان و بعضی وزارت‌های استخباراتشان یک دسک موجود است به نام دسک افغانستان. در ایران را به نام استاد افغانستان میگن، در وزارت خارجه ایران از سابقه هست. به خاطر مصروفیت همین هاست. دیگه مواقفی که فعلا در رابطه با حل مسئله افغانستان وجود داره، یگانه موقفی که موقف استراتژیک است و برای یک نسبتا طویل المدت است، موقف غرب و خصوصا امریکاست. باقی موقف ایران، موقف روسیه و کشورهای همسایه افغانستان موقف موقتی کوتاه مدت و برای یک زمان معین است تا سرنوشت مسئله معلوم شدن است. دیگه اجنده هایی که قسم گفتم در این بحث ها که مطرح می شود حل بنیادی مسئله افغانستان نیست. این حالی ما یک مثال قبلا هم در میدیاهای دیگه داده بودم، اینجا هم اگر اجازه باشه کوتاه اشاره میکنم تکرار نشود. همین شما مواد غذایی که در خانه دارید وقتی که دستی دمی دست با مصرف از ضرورت ندارید، مثلا اونها شما فریز میگین در فریزر میگذارید، ولی شما ضرورت دارید که فریزر هم وایرش، لاینش، سیستم برقش، پاکیش، صفاییش تا مدتی معینی که گذاشتین اون را حفظ بکنین. مثلا افغانستان بعد از همون تاریخ که در همون 18 ماهی که مذاکرات خلیزات با طالبان کرد و افغانستان برای ما تسلیم کرد، مثلا افغانستان دیگه مسئله فیصله شده و فریز شده است. دیگه تمامی اجنده ها و جلساتی که این شما یادداشت کردن از امروز که بعد از شاید چند جلسه دیگه در دوحه شود، چندین جلسه دیگه در چی شود، این مسئله برای یک مدتی فریز شده و نانوشته شده مابین قدرت‌های بزرگ روسیه، امریکا، اینا مصروفیت‌های خود دارند و در حاشیه همین قدرت‌ها کشورهای منطقه و همسایه افغانستان هستند که اینها هم در محور میچرخند. برای کوتاه مدت یک تعاملی با اداره دیفکتو یا سرپرست افغانستان میکنن که کوتاه مدت ممکن است که 5 سال باشه، ممکن است که 6 سال باشه تا 7 سال. ما قبلا پیش بینی کردیم 5 سال، ولی معلوم میشه که شاید تا 7 سال مسئله باشه. قضیه در محور همین بحث‌ها میچرخه، ولی موضوع افغانستان حل نشده به همین قسم میمونه. مثل که بسیار قضایای دیگه در دنیا هست که برای یک مدت نیم قرن، بیشتر از نیم قرن، مدت 20 سال، مدت 30 سال این مسائل ماده و حل نشده. در این مورد شرق و غرب میگن اجماع داره؟ در مسئله اساسی در برای افغانستان اجماع وجود داره. مسئله اساسی هم است که هم روسان هم میخواهند که فعلا یک جنگ و درگیری داخلی دوباره در افغانستان شروع شود و یک درگیری های دیگه و همون تاریخات سابقه تکرار شود. امریکایی‌ها خب بخی استراتژیشان همین بود که نیروهایی که در صحنه بودن، نیروهای دموکرات، نیروهای تکنوکرات، نیروهای اسلامگرا، مجاهدین، تمام این نیروها و اعضا بعد افغانستان بکشه. از اینها بسیار خسته شده بودن، دیگر راه حل نداشتند. دورشان به حل مسئله افغانستان در ظرف 20 سال نگشت. در ظرف 20 سال روسا، پاکستانی‌ها، ایرانی‌ها همگی در مسئله افغانستان با آمریکایی‌ها همکار بودند در مسائل اساسی. یکی اختلافات داشتن در 10 سال اخیر جمهوریت اختلافات کمی بالا شد، دیگه هم متفق بودن. حل کردن نداره، یعنی مسئله در همین حد فعلا باقی ماندن. ان شاءالله که ما روشن در این باره توضیح داده باشم. پس بر این اساس شما میگن آقای قیاسی که مسئله افغانستان همچنان به عنوان مسئله باقی خواهد ماند و آنچه به عنوان قدم‌های جدی و برداشته شده است سوی برخی کشورها وجود داره همه‌اش هم به معناست. مثلا وقتی قزاقستان نام امارت اسلامی را از فهرست گروه‌های هراس‌افغان بیرون میکنه، وقتی روسیه میگه این راه را تعقیب میکنه، وقتی شما میبینین امریکا در مورد سفر آقای حقانی به امارات متحده عربی چیزی نمیگه، اون طرف شما میبینین کمیته تحریم‌های شورای امنیت به 4 مقام امارت اسلامی معافیت سفر به عربستان سعودی را میده. همه اینها قدم‌های برداشته شده برای عادی‌سازی روابط مگر نیست؟ اصلا این چنین چیزی نیست. چنین چیز قبلا هم شده بود. در دوره اولی که طالبان آمده بودن در افغانستان 3 کشور بسیار مهم منطقه پاکستان، امارات، سعودی را به رسمیت شناخت و آمدن از اون مصارف جنگی از اونها در دوره مقاومت اول هم میگم در پشت اون مسئله امریکا بود، غربی‌ها بود آوردن اینا را
به یک هم مدت معینی که اینا ضرورت داشتن، یک تحولات آمده بود، دوباره اینا رخصت کردن رفتن. و ما اینا رو نمیگفتن امارات که حالی گپ سیاسی و که ما گویم مخالف امارات. تمام نظام هایی که بعد از داوود خان در افغانستان آمده، بعد از کودتای داوود خان، از کودتای 1353 داوود خان، تمام نظام هایی که در افغانستان آمده، شرق و غرب دربارهشان یک موقف استراتژیک و دوامدار نداره، قابل تحول است و تمام چیزها قبلا هم تکرار شده. باز وقت برنامه شما کفایت نمیکنه، ما شاهدی تاریخی مسئله هستم، در تمام جریان ها ما خود داخل بودیم که نماینده ملل متحد در زمانی که نجیب سر قدرت دوچه. آقای قیاسی، هرچند شما به نشست‌ها بی باور هستین، ولی بسیار از چشم‌ها دوخته شده به نشست سوم دوحه و آن هم در صورتی که امارت اسلامی در این نشست حضور پیدا بکنه. امارت اسلامی هم خوب گفته که ما شرط‌های ما اگر پذیرفته شود در نشست اشتراک میکنیم. شما فکر میکنین که رویکرد منطقه‌ای که در مورد نشست دوحه وجود داشت، در نشست دوم دوحه، آیا امی خودش امیر نشان نمیده که یک رقابت بسیار شدید میان شرق و غرب در مورد افغانستان وجود داره و هر کدامی از اینها به هر نحوی از یک آدرسی میخواد نزدیک باشه با امارت اسلامی، برعکس آنچه فکر میشه که دوری بورزه؟ متاسفانه ما خلاف تمام بحث هایی که ایجاد شد در یک کلی میگم که از دیدی همون مطالعاتی روابط بین دول روزمره که ما دارم این چیزها درست نیست. من اینجا دلایلش میگم. خطوط اساسی درگیری میان قدرت های دنیا که فعلا همون بلوک شرق بلوک غرب دوباره احیا شده و سابق در محور اجزای جمهوریت اتحاد جماهیر شوروی و پکت ناتو و وارسا بود، فعلا که او احیا شده در محور اتحاد روسیه، چین، ایران و به نحوی هم در اواخر این ما پیوسته. خطوط اساسی اختلاف ما دقیقا یادداشت میتونم برای شما. اول مسئله جنگ اوکراین است، مسئله جنگ اروپا است که فعلا بعضی صاحب نظران میگن که جنگ سوم جهانی آغاز شده منتها حتمی نشده. این خطوط اختلاف که سری مسئله چطور جور بیاین کی به نفع خود اینجا کمپاین بکنن، کمپاین نظامی، سیاسی، اقتصادی. مسئله دوم مسئله شرق اوسط سابق هم بود، ولی فعلا این دوباره عملیات هفتم اکتبر طوفان اقصی در غزه را زنده کرد و یک تحول اساسی و بنیادی و استراتژیک در مواقف غرب و شرق اینجا آورده. خود خط دوم است. خط سوم مسئله تایوان است که چینایی ها در جنوب آسیا اونجا عملیات اجرا میکنن. در چند سال بعد علاقمند هستن که تایوان از زمینه چین بکنن، اگرچند که فعلا هم تایوان در ملل متحد به عنوان چین است. این مسئله سوم است. مسئله چهارم هم مسئله خروج نیروهای استعماری و نظامی غرب، نیروهای فرانسه و نیروهای آمریکایی ها از افریقا است که از کشور مالی و الجیریا و اینا از کشورهای اینا خارج شدن و جای از ما را مسافر کرده میره و در اونجا در گوشه هم جنگی در سودان هست که دو بلوک دوم شریک هستند. و مسئله پنجم هم که مسئله اساسی نیست، یک مسئله اقتصادی است، مسئله سرمایه‌گذاری چین. مسئله سرمایه‌گذاری اقتصادی چین در یک جاده و یک کمربند دست که در بعضی از کشورهای غربی مثل ایتالیا، کشورهای غربی اروپایی و اسپانیا و اینا نفوذ کرده، اونجا اونا قبول کردن که در این پروژه شریک شدن. فعلا همین پنج مورد، چهار مورد، یک مورد هم جانبی اقتصادی. این موردی است که غرب و شرق همین تضاد منافعی که در دنیا دارن و اون جنگی سرد که دوباره احیا کرده سر این مسئله است. افغانستان جزئی از این اجنده ها نیست. چی است مسئله افغانستان؟ مسئله افغانستان مسئله پیشتر براتون نشون کردم بسیار موضوعات که مسئله تقریبا میان از اینا نانوشته شده با فیصله رسیدن. 2 میلیون دلار آمریکایی‌ها با نظام امارات با امارات نمیده خب برای ملت که میده کمک میکنه مؤسسه برای دولت تمام میشه. یعنی ریسک روزی برای ملت است. یک بنا به گفته‌هایی که با دقیق نمیفهمم ولی با بعضی اسناد متوجهی که یک 40 میلیون یا 50 میلیون دیگر هم مسائل کمک‌های استخباراتی اینا میده از طریق امارات و ایران. اینها ایران آمریکایی‌ها میدن، غربی‌ها در راضی هستند، در یک شریک هستند. اینا غربی‌ها از پول افغانستان هم که 2.5 میلیارد به سی که آوردن ایران موافقه کردن که از فایده همون پول برای سکوک یا اسناد بهادار افغانستان، چاپ پاسپورت، چاپ پول دوباره افغانی گپای فلان به ایمان از غربی‌ها موقف شد. موقف روسا هم موقف چینایی‌ها هم موقف کجدار و مریض است و اینا که پول نمیدن
روسای سیاست چون همیسته که سلام میدن پول نمیدن، چینایی ها سیاست چون همیسته که در کل شاید یک سال گذشته 15 میلیون دلار خیرات یا صدقات چینایی ها به افغانستان داشته باشه، صرف در حد یک چیز دیپلماتیک طالبان را قبول دارن، قطعا تعامل دارن، البته تعامل استراتژیک نیست، تعامل استراتژیک اگر میگم اول به رسمیت میشناختن دیگه. در ملل متحد هم در شورای امنیت هم سری مسئله افغانستان کشکل نمیکنن. مسئله افغانستان بازم ایرا به احترامی که ما به میهمانان خود رو میگیم که در مسئله اجندای درگیری ها و خطوط اساسی قرمزی درگیری های جهانی فعلا نیست. مسئله افغانستان فعلا از هر دو جانب هم یک تعاملی کشدار و مریض است. امیر اگر شرح بدین چی گونه مثلا میخواید به تعامل بکنه نکنه چی بکنن؟ سوال اگر تکرار کنید. خب وقت شما میگن که سیاست کشدار و مریض را در مورد افغانستان پیش میبره و اصلا از آجنده‌های اصلی شرق و غرب مسئله افغانستان نیست، این کشورها در مورد افغانستان مثلا 3 سال گذشته در ادامه چه نوع سیاست را تعقیب میکنه؟ امین گونه وضعیت هم میخواد حفظ کنه، به رسمیت بشناسه، زیر تحریم ببره، چی کنه؟ حتی به رسمیت هم بشناسن، به شکل نمیشناسن که با عنوان یک دولت قانونی اما همیشه هم یک تکرار کنه میره. ببینید شما همین شما شما عقل داره، برای شما خیرات داره، بصارت داره، به طرف را گپ بزنید. لاوروف از این طرف میگه که طالبان قدرتی مثلا چی، کابلوف میگه که قدرتی بابا جواب خیلی کم توضیح بدم کم مقدمه. کابلوف میگه که طالبان قدرتی بدون منازعه در افغانستان هستن و در افغانستان هستن چیزی دیگه تو میزنن. صبحش وزیر دفاع میگه که از افغانستان برای ما بسیار خطر جدی مواجه است. باز در جلسات خود که میشینن باز میگن از افغانستان برای ما خطر جدی مواجه است. باید هماهنگ باشه گپاش. این در این حالت بازم میگم تا که افغانستان نگاه کردن است تعامل میتونه شده در بسیاری مسائل در دنیا. اگر وقت داره که من نام بگیرم که تا حال 50 سال 60 سال بعضی مسائل 75 سال شده که در دنیا حل نشده. یعنی قدرت‌ها یک تعامل کشدار و مریض باید داره. ولی مثلا افغانستان مثلا دراز مدت در کوتاه مدت یا میان مدت تا 7 سال 3 سال گذشت 4 سال دیگه یا زیاده از کمتر از این تعامل صورت میگیره تا اینکه قدرت‌ها از این مسائل جنجال دیگه که دارن بیکار جان با سری مسائل افغانستان مسائل استراتژیک شده باز روسیه را باز بگیرن. باز اگر شما در این مسئله خبر هستید که دیدگاه استراتژیک روسیه فعلا در افغانستان چیز باز ما برام میگیم. ما باز یک 5 دقیقه یا 2 دقیقه اجازه بدید در یک جدول بحث که ما برابر کنیم بسیار جالب است. او امو دیدگاه استراتژیک روسیه دیدگاه تزار 110 سال پیش است. پیش از انقلاب بلشویک‌ها در روسیه مطرح بود. پوتین برای مسائل حل مسئله افغانستان دیدگاه استراتژیک تزار است. 110 سال پیش او را تزار داشت و عملی کردن نتونست. در 1918 پیروز شدن. تشکر. اینا برعیدن دیگه در اون استراتژی باقی نمونده. را فکر کنن که دیگه افغانستان افزایش ژئوپلیتیک منافی خود شوروی است دیگه ضرورت است که ما اون استراتژی را عملی کنیم. استراتژی کلان آمریکایی‌ها در افغانستان دیگه چیز است که بعد از دوره موقت عملی بشه. استراتژی کلان آمریکا دیگه چیز. مثلا چینایی‌ها بیخی یک جدا یک روسیه است. بیخی به مسائل اصلا مربوط نمیشه. وقتی که وصل میکنه تو میمونه مسئله ایران با تنهاییش که باز برم جلو بحث میگم. من نمیخوام. تشکر، اجازه بدین و برمیگردیم. آقای قیاسی، هرچند که به همه موارد از ابتدای بحث مخالف بودین و میگین که هم قدرت‌های شرقی و هم غربی حفظ همین وضعیت را میخواه برای یک مدتی، ولی نزدیکی با کدام طرف به نفع افغانستان است فکر میکنین؟ با شرق یا با غرب؟ ما به خاطر تکمیل همون بحث‌های پیشتر یک چند گپ اینجا میگم. باز به نفع کدام به نفع افغانستان است. ما او را باز یک حساب کوتاه جواب از میگم داخل. اول همی که با احترام به دیدگاه جناب اوریا حجم روابط اقتصادی افغانستان با روسیه تقریبا نگاه صفر نمون کمتر از صفر نیست. بسیار کم است. معمولی است که نام قرارداد بزرگی اقتصادی مابین افغانستان یا کدام خطوطی رفت آمد و چیزی مبادلات تجارتی بزرگی که به سطح میلیارد و چند صد میلیون برسه در افغانستان روسیه وجود نداره. دیگر قزاقستان ما دقیقاً میفهم که به خاطر چی طالبان را از رئیس تحریم بدر کرد. قزاقستان فروشگاه اقتصاد قزاقستان با اساس فروش مواد اولیه و آرد بناست که بسیار کشور پهناور و حاصلخیز است در مثلا گندم و آرد که این در آسیای میانه میاد و خصوصا در افغانستان که در مجموع اقتصادی که صادر میکنه مواد اولیه که با آسیای میانه و افغانستان صادر میکنه افغانستان 50% از دور خریداری کنه. به این خاطر ضرورت داره که کار را بکنه که همون سهولتی همون گمرکی و ویزا و تجارت و این داشته باشه.
دیگه من میخوام اشاره بکنم که استراتژی دراز مدت آمریکا در افغانستان ساختن و نهادینه کردن مراکز تروریستی در افغانستان است که ایران موفق میشوند به جاسری طالبان، من نمیدونم، ولی استراتژی هم است که ما باید در اینجا مراکزی تروریستی را که تروریستان فرق میکنه که القاعده است یا که داعش اینا شاید در ظاهر ما با داعش مخالف هستیم میگه ولی کل این نیروها را در زمان خود آمریکایی‌ها ساختن، نهاد ساختن عزیز به خاطر مزاحمت و به خاطر خارجش و مزاحمت دائمی و دوامدار برای آسیای میانه و حوزه ژئوپلیتیک روسیه و همچنان مزاحمت و یک تهدید بسیار عاجل برای ایران که تا حال این از روی دست ندارم، ولی استراتژی دراز مدت چون برای افغانستان همیست از امریکایی و غربیان. با همین خاطر مردم افغانستان قربانی میکنن، تعلیم و حق زنان را، حق آزادی بیان را، همه چیز فدای از این گپ میکنن. دیگه استراتژی دراز مدت روسیه که از زمان تزار تا حالی است که یک دفعه پوتین دعوا رو که به قدرت رسیده بود گفته بود تا به یکی از سیاستمداران افغانستان مباشره گفته بود فعلا سری دست نداره. بسیار جالب است برای شما اگه اجازه بدید رو تجزیه 10 ولایتی شمال شرق، شمال و جنوب غرب افغانستان است که تا اوایل جنوب غرب تا حوزه باتوسی که باز که 10 ولایت تزار دعوتش میخواست که تجزیه بکنه و به عنوان یک کشور کوچک مثل کشور آسیای میانه ایجاد بکنه خط حائل میان منافع ژئوپلیتیک غرب و خودش که باز گفتم قصه شاید دوباره تکرار نکنه وقت نگیره. استراتژی کلان در مسئله افغانستان همیشه اگر پوتین زنده باشه و 20 سال دیگه در قدرت هم بکنه این مسئله. بسیار تشکر. اجازه بدین آقای که وقت ما کم است از آقای یوریا می مورد را که شما اشاره میکنید یک نکته اساس نرسیدیم. استراتژی کلان چین برای منابع اقتصادی افغانستان است. طالبان خوشبختانه اینا میگه به درک کرد که هم غربی‌ها میخواد که ما را استفاده بکنه هم شرقی‌ها میخواد که ما را استفاده کنه. اینا خواستن مثل زمان اسرائیل شواری که میگه مشاور خود دارن ندارن، اینا خود در کشورهای غیر منسلک که در وقت بود در اون حوزه خود قرار بودن که بشر غرب تکیه نداشته باشن و این در هر صورت ضرر افغانستان. بسیار تشکر. و تصمیم بگیرن که یا غربی باشه یا شرقی. بسیار تشکر. سپاسگزار شما. در عصری قرن 21 ممکن نیست. بسیار